کنسول بهتره یا پیسی؟ میگم بهتون به سلام براتون. یک مقایسه بردم. چه مقایسه ای؟ میگم بهتون. فقط قبلش لایک و فالو و کامنت فراموش نشه. یا اگه این ویدیو رو دارین از توی یوتیوب میبینید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید و خیلی ممنون. خب کنسول برای بازی، پیسی یا کامپیوتر برای چیه؟ برای کار فنی و بازیه. کنسول برای بازیه فقط. این ویدیو هم فقط برای بازیه. خب اگه کسی میخواد بازی کنه باید بره کنسول بخره که یه دسته بیسی میداره که میتونه از راه دور با دسته بیسی این کنسولش رو روشن کنه که توی یه تلویزیون بزرگم میتونه بازی کنه. ولی اگه میخواد کار فنی انجام بده که اصلا نمیشه با کنسول کار فنی انجام داد، یعنی ادیت عکس، ادیت فیلم و کلی کارهای دیگه. فقط این کارا با پیسی میشه انجام داد. خب نتیجه گیری میکنیم که اگه کسی میخواد بازی کنه کنسول بگیره، اگه کسی میخواد کار فنی بکنه باید پیسی بگیره، کامپیوتر بگیره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید و لایک کنید. یا اگه این ویدیو رو توی اینستاگرام میبینید حتما لایک کنید. فالو هم حتما کنید. کامنت هم بذارید که همه اینا باعث دلگرمی منه تا براتون فیلمای جدید بذارم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.